دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من سنه 8 اپریل سال 2025 در تئاتر موسیقی دراموی به نام محمود جان واحدی و مرکزی ناحیه شهرک شهیدان برگزار گردید. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من تحت سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2019 اینجانی برگزار می‌گردد. آزمون طول برگزاریش سال تا سال تکمیل یافته در همه گونه نامیناسی‌ها استعدادهای نو، چهره‌های نو را معرفی می‌گرداند. امسال بار سوم است که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک دارم. من در آزمون سرود سامانیه گلاسال پولاتووا را تیار کردم و آن را به اعضای حکمان پیشنهاد نمودم. سرود مذکور آهنگ واریس عبدالرحمانов، شعر احمدجان رحمتزاد. شاد از آن هستم که امروز در دور ناحیوی آزمون مذکور سزاوار جای یکم گشتم و البته همراه استادم به دور ولایتی آزمون نیز یگان سرودی بهترین را تیاری می‌بینیم. مقصد آزمون معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، تبلیغ و احیای صنعت ملی، احترام و ارجگذاری به سنت‌های نیک اجدادی، بلند برداشتن سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، نوازندگی، سرایندگی، مهارت کسبی هنرهای مصوری، هیکل‌تراشی، آرایشگری و لباسدوزی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود، کلکسی‌ها و اثرهای رسامی میباشد. آزمون مذکور در ناحیه اشت در دور اول از روی نامیناسی‌های مقرر گردیده اعضایان حکمان برگزار گردید. هر یک اشتراکچی آزمون می‌خواست مهارت کسبی خویش را نمایش دهد و غالب دور اول گردد. سال روان با دستور بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حجم مبلغ مکافات برای غالبان آزمون 2 برابر زیاد گردیده. برای آزمون از فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 7,680,000 سامانی جدا کرده شد. همزمان با این موافق تغییرات امساله در آزمون ژانر اکادمی نامیناسی نوازندگی به 2 قسم جدا کرده شده. اقدام مذکور به داوطلبان امکان می‌دهد که هنر و استعداد خود را در نوازش سازهای ملی و سازهای اروپایی نشان دهند. امروز حکمان آزمون دوره یکم تاجیکستان وطن عزیز من در ناحیه اشت امروز قرار داشتیم و از روی 5 نامیناسیون داوطلبان امروز برآمد کردند. گفتند به مورد است که در همه ژانرها امروز نمایندگان ناحیه اشت برآمد کردند. شماره همه غالبان جایهای سیوم نیز از 2 جای و 3 جای زیاد و برای اشتراکچیان فعال و صاحب ذوق امکانات بیشتری به دست آوردن غالبیت داده شد. بنابراین در سال 2025 شماره غالبان 137 نفر را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته 17 نفر زیاد میباشد. علاوه بر این در صورت در دور جمهوری آزمون سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم و یا شاه جایزه گردیدن خوانندگان و دانشجویانی که در مؤسسه‌های تعلیمی و گروه‌های پولکی تحصیل می‌کنند آنها به گروه رایگان تحصیل گذرانده میشوند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در دیگر شهر و نواحی ولایت نیز گذرانده میشود.